بچه ها سلام، چطورین؟ آقا ولاگ امروز رو شروع میکنیم. امروز میخوام برم موامو کراتین کنم و گفتم با هم باشیم. بچه ها من فکر نمیکردم این ساعت ها ترافیک باشه، چون هیچ وقت این ساعت ها بیرون نیستم وسط هفته، ولی ترافیکه و اینکه من دیرم شده. الان میگن چقدر بدقولم یعنی من بدقول نیستم واقعا. انقدر امروز کار داشتم، انقدر کار داشتم سر کار، یعنی کارایی بود که باید حتما اونجا می بودی یا انجام میدادی، تلفنی نمیشد و واقعا سخت گذشت. میبینی این خاله بدی، خاله نقلی همچین چیزی شدم، اینو سرم کردم. یه چیز دیگه هم بگم، من خب خیلی رانندگی نمی کنم و همش تو آدرس ها اینجوری هم که گم میزنم. اومدم آدرس رو دارم میرم اشتباه رفتم. دیدی وقتی دیرت میشه همه چی دست به دستم میده که تو بدتر دیرتر برسی به اون جایی که میخوای. اصلا یه داستانی بودا. خلاصه که با من همراه باشید. بچه ها من به سختیه هرچه تمامتر رسیدم، یک رو 20 دقیقه دیر کردم. این بعد سالنشو بهتون نشون میدم، خیلی خوشگله. کی میخواد بپره تو این استخر؟ دوستان دلم میخواد واقعا بپرم تو این استخر. چه زندگیه. خودمم اینجام. موامو ببینید که باش بر خدافظی کنم. آقا من چیز کردم، سرمو شست صدف عزیزم و اینکه وایسیم بریم واسه کراتین دیگه. من الان این شکلی به موام مواد زده و یه ساعت بمونم دیگه. گفتم چیکار کنم، درس میکنم. خب بچه ها موام و مواد رو گذاشت روشون یه ساعت و الان شست میکنم و بریم سراغ اتو کشی. دیدید چقدر موسویدام زیاد شده، ولی خودم خیلی خوشم میاد اینجا رو. خودم دوست دارم. سلام علیکم. آقا تو مرحله آخر بودیم، یعنی دیگه موامو شست تموم شد. الان باید خوش کنیم و موهای ساخت تحویلمونه دیگه. این که همین دیگه. ای بچه اینم از نهایی. تغییر رو نمیفهمید چون همیشه موام صافه، ولی به هر حال. خب اینجا هم که کلاسای آموزشی برگزار میشه. منم اینجا بیام کراتین، یعنی بیام کراتین یاد بگیرم. بچه ها تهران و ترافیکش، میدونید چند سال من اصلا توی شریعتی و اینا این ساعت نبودم و واقعا بیچاره شماهایی که سر کارتون اینجا هست. آدم دیوونه میشه. این قرمز چراغ چیزها، ترمز. ببین در این حد ترافیک همش. خدایا من کی میرسم؟ 152 دقیقه دیگه میرسم. چه زندگیه. ببخشید این میون سیب یادتون نره، منو دیگه به سیب میشناسید. دوستان دکمه غلط کردمش کجاست؟ خدایا حس جاده شمال رو بهم میده این تونل نیایشه. بچه ویدیو من همیشه درس اخلاقی داره، درس اخلاقی این ویدیو. اینجا نرید، واقعا کارتون زشته. حتی تا الان کلی میرفتن، الان که من اومدم ویدیو بگیرم نمیرن من رو ضایع کنم، ولی به هر حال زشته بچه ها. دمشون گرم الان نمیرن، ولی اینجا نرید. بای. آقا من برگشتم خونه. اپوش منو میبینی؟ ببین نمیدونم چون نور اتاقم و مامانم زرد گرفته، یعنی ویدیوهایی که نیاز باشه چراغ اتاق روشن باشه رو بخوام بگیرم خیلی بد میشه، خوشم نمیاد. برام عوضش کنم. نه اینم از
نهایی دیگه همین. حالا شایدم ویدیو ادامه داشته باشه، ولی بکنم از همینجا ازتون خدافظی کنم اوکی تره دیگه، کاری با هم نداریم داریم. خیلی گشنمه، برم یه چیز بخورم. ببین از الان خدافظ. میخوان غذامو بهتون نشون بدم، کوفته است. ولش کن دیگه، از الان خدافظ تا ویدیو بعد. بدرود، مواظب خودتون باشید. این از اون فعلا خدافظی که همیشه تو اون ویدیوهای جنایی میگم، عمومونه اینجوری میگم خدافظ. واسه همین خدافظ.